تحلیل مختصری داشته باشیم بر روی نماد خودرو. در اردیبهشت امسال خودرو از 460 تومن شروع به ریزش کرد و همینطور پایین اومد و بعد وارد این ناحیه مستطیلی شده و حدود 6 ماه هست که در داخل این مستطیل در حال نوسان هست. همونطور که میبینید کف این مستطیل 224 تومن و سقفش 309 تومن هست. خودرو در روزهای اخیر تونست از 240 تومن تا حدود 300 تومن رشد بکنه و بالای 20% بازدهی داشت. یکی از دلایل این رشد زمزمه‌های افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌های این شرکت هست. با توجه به صورت مالی 9 ماهه ایران خودرو، این شرکت تا پایان آذر ماه 1402 104,000 میلیارد زیان انباشته داره که مشمول ماده 141 و قرار بود که به بازار پایه منتقل بشه، اما شرکت میتونه با افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی دارایی‌ها از این ماده خارج بشه و در بازار اصلی باقی بمونه. توجه بکنید در صورتی که در روزهای آینده قیمت این سهم بتونه بالای 300 تومن تثبیت بشه و از داخل این مستطیل خارج بشه، میتونه تا 360 تومن رشد بکنه. اگر قصد خرید این سهم رو دارید، منتظر باشید که قیمت سهم بالای 300 تومن تثبیت بشه یا منتظر باشید که دوباره به سمت پایین اصلاح داشته باشه و در اونجا وارد بشید. یکی از کارهایی هم که میتونید انجام بدید اینه که به جای خرید خود سهم اختیارهای خریدش رو بخرید، چون اگر قیمت سهم در روزهای آینده رشد بکنه، اختیارهای خرید چندین برابر سهم رشد میکنن و یک سود بسیار خوبی رو میتونید کسب بکنید.